پیام خداوند. خدا فراموشت نکرده. امشب دلت را به خدا بسپار. هر چیزی که تو را بی‌تاب و ناآرام کرده همکنون در نور الهی او ناپدید می شود. تو دوست داشتنی تر از آنی که رها شوی. خدا راههایی را برایت آماده کرده که هنوز ندیده ای. عشق آرام و در زمان درست الهی به سمتت می آید. هیچ اشکی بی پاسخ نمی ماند. هیچ دعایی نزد پروردگار گم نمی شود. فردای تو روشن‌تر از تمام دیروزهاست. قلبت دوباره می خندد، عمیق و واقعی. امشب را با امید بخواب که معجزه بسیار نزدیک است. خدا همین حالا مراقب تمام جزئیات زندگی توست و تو در پناه امن خدا هستی. خداوند حافظ و پشتیبان توست و هرگز تو را رها نمی کند. ایمان داشته باش و اعتماد کن که عدالت خدا حق است و تو در آغوش پروردگاری. او اشک‌هایت را می بیند و صدای قلبت را می شناسد. او هیچ دعایی را بی پاسخ نمی گذارد و هیچ اشکی از دیده اش پنهان نمی ماند. ایمان داشته باش، عدالت نزدیک است و معجزه ها بسیار نزدیکند. تنها دل به او بسپار و آرام باش. و راحت امن است. نور خدا همیشه همراه توست. همین حالا با قلبت بنویس: ایمان دارم معجزه نزدیک است.